من رحیم الله بیبی ساکن شهر دوشنبه خیلی کوچه سری آسیا و همین گرفتاری قلبی فریبگری من یارو بزرگ می گرفتار شدم. 10 ساله که من در این سود بود سرگردان و در سود بودم. سودیا مرا نپرسید. برآمدم گیره کردم گفت که خونتان میگیریم و اینجا میفروشیم خودمون تقسیم میکنیم در تو قشم میدیم در بای قشم میدیم. برآمدم کوچه گیره کردم گفتم که خیلی چقدر سودکی قلب حق برآوردین. در همونجا آدم گفت که پیش یارو بزرگ میروه همین یارو بزرگ می شما را یاردم میکنه آدم میسازه. من همونجا کافته رفتم پیش زنش رفتم بعد پیش خودش رفتم. همین حالتی کار ما گفتم سرگذشت ما که همین خیلی اجاره شنوندم خانه ما کشیده گرفته قایم گفتم به اجازه ده به چی که ما خبر نداریم خانه حجت گذاری کرده همش حل میکنیم. گفتم من در وعده کرد رفتم 2012 بود خیلی در اوردرش پول سپردم گفت که من اوردر گرفتم من میرم همش حل میکنم. خیلی اوردر گرفتم بعد حج رفت بعد حجش آمد گفت که سود اشتراک میکنم. خیلی شایده ما فیرود کردم رفتیم قطع شایده اشتراک کردیم فقط 2 مرتبه همگی اشتراک کردن نه دلم قطع شناس شد نه چیز همه کار حل شده گفت همه کار حل شده گفت همه کار حل میکنم شما بے پروا گردید. گفت من بے پروا گشتم. من آدمی کم بغل یا آدمی و سنی من گفت که $5000 دستوری اولی دادن در کار. من ایسو قرض کردم بردم دادم دستش که خیلی کاری من حل میکنه. هر باری پیشش میرفتم میگفت کار حل شده ای خاله شما بے پروا گردید کار حل شده شما بے پروا گردید. من بے پروا گشتم. 2013 بچه‌م درسی اول کرده که اینم قطعی مرد همین قدم درون غم و غربت بودم. رفتم گفتم در گفتم کاری من بود میکنی کن من خودم دل جگرم باور شده هم معلش شما من زبان باید گفت دبیر نصیحت گفت من کاری شما خودم حل میکنم که شما بے پروا گردید. خیلی رفتم دبیر دادم شد هر باری پیشش میرفتم شما بے پروا گردید کار حل شده اوکی این چقدر مدادگریه یک فریبگرم که آدم فریب کنه. ای آدمایی که جوابی که میپرسم میگن که باید خارجی ها طلب کرد چون جایزه میدادین و یکی جایزه تین و این خلق خودش خیلی فریب کنن. من یه آدمی کم بقل ایس قرض کنم اوز قرض کردن دادم شد من پولم ای کجا گیرم دیگر ای کی گیرم چه خیلی دا جایزه میدادین یه آدمی قلبی فریبگری مشه نگیدن. یه آدمی کم بقل اینقدر فریب کنه پولش خورد یک من اسمی چندین آدم بودم و در سودش اشتراک کردیم یا من توقع نیستم چند آدم این خیلی فریب کرده دیگه من چه خیلی اینا جایزه میدین ما پول مونه کجا گیریم ای که گیریم پیش دانش میرم پول ما بده میگه که همه چیز ما دارم اول فریبم کرد که تو ننویس که موتور پول دا میدین من ننویستم گشتم ای پیش چیزا و پیش دانش رفتم گفت که این ما چیزا من دولت گفته که من ای کجا تو در تیم را دولت مراجعت کن چیزای من فروشته پول تیا این از زبان خط داده من که من صاحب کار باشه و من باید قرض داده باشه. من این کم بقل کجا ای در رو قرض میکنم باید صاحب کار در پول میدیم که باید کارش بود کنه و باید پولی من گردونده تیان میرم در سونم گفت که برای سودی اولی در کاره اینا در اینجا خیلی نویسته پیش سودی رفتم سودی که تو قرضدار و تو پروست قرضدار بوده گفتم چه خیلی قدر اینجا چی نویسته من سواد ندارم میره خانم که چی نویستگی بود این خیلی نویستگی بوده. من ای کجا گیرم پول من پولای مردم ای کجا گیرم تیم من همین برای خارجی التماس میکنم که همین ما جردیداره که پولی که دعوت از خود میگه پولی که باید طلب میکنن به ماشینی که همه پول مبلغای ما رو که ما قرضای مردم تیم اینا من یه بچه داشتم در راسته کار میکنه اگه سوپر میکنه و مرد دیگه کی مدام پول میتیم اینا ما جردیداره ما یک کس نیستیم چند کسیم پول ما جردیداره کم بغلای که ما بریم قرض قبول مردم تیم این فریب میکنم قبولای ما رو رفت گرفت گفتیم ما ای کی گیریم پولا زنش نتیمونه یک کسی دیگر نتیمونه ای کی گیریم نه اولیده من در برای ما ایستم میگردیم و میگردیم کجا رویم پیش زنش میریم پیش ایجاش بریم پیش بجاریم هیچ که پولی ما رو نمیتیم خیلی ایقا که باید باشد باید که باید در کاری باشد مبلغای ما رو گردونن تیان اوکی باید طلب میکنی که باید آدمی خوب باشد خیلی فریب میکنی آدمی کم برادر یک قلابی مشینی کرد